سلام از شنبه، چطورین؟ امیدوارم که خوب باشین. ساعت الان 3:15. من دارم راه میفتم برم کلاس ساعت 6 برسم. کلی کار دارم ولی باید کلی کار بانکی ندارم. بعد میرم بهتون میگم که چه خبره. یکی همش هلو ورد همشون گرد. خب نشون بده دیگه. من احساس کنم مامانم، واقعا احساس کنم مامان این کسی. آناناسو که ببین همه رو هوا میزنن درم. نه با آناناس نمیدم به پرتقال علمی اما سیبون چیرز. دوست داشتم استیکرش خیلی دوست دارم. اتفاقی که میفته. مهمون داریم الان قبل از اینکه بقیه بچه‌ها جلوتر بیان و کلاس شروع بشه. من آقای رضایی دعوت می‌کنم که بیاد یه صحبت سخنرانی براتون داره. یک جسمی رو اگر ندارین چه گوشت خب پس اون رو هم باز کن. اون یک مشابهی که باید باز کنی و یه چیزی از داخلش برمی‌داری. داخل هر چیزی که داخلش هم در خب 3 تا چیز داخلشه. یکیش دستمال، یکیش چنگال، یکیش قاشق. یه قاشق مربا بردار، قاشق رو بیار بیرون که داخلش حالا مربا باشه. بمان روی اون هم شده؟ اسمش موبی خنده مربوط تلگرامه. چه اتفاقی؟ صدای گربه رو میارم اینجا بچسبونم بالا. شب بخیر. میام بهتون توضیحات دوره‌ای که دارم میرم و میگم حتما. My heart rages around like an ocean in my head because there are so many things that I left unsaid. I can almost feel you walking in the distance, but I know that is not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, now I'll find you in my dreams. امروز چهارشنبه است. بعد چندمه؟ یکم مرداده. تولدتون مبارک. بزنید بریم که قرار دوستمو بعد از مدت ها ببینم. فعلا
قبلش ببین، ولی اگه این پر بود بیشتر میریخت رو. آره. خوبه که پر نبود. بچه‌ها من اینجا ما کلا زدم نابود کردم. این اشکال نداره، عوضش خوشمزه بود. I can almost feel you. داشتم ویدیو گرفتم. ببین اجازه بدید نظرم رو راجع به کافه صحرا کوچه شریعتی بالاتر از مترو هفت‌تی بگم. بعد اینجا گرمابه است. کافه خوبی بود ولی من نمیدونستم که کافهش اینجوریه که قلیونیه. خب یعنی تم کلا عربی و بوهو داشت. فکر کنم ما ندیدیم که اینجوریه، ولی کافه بدی نبود. غذاش از 10 چند؟ 8 زیاده خدایی. 7 7 جان. پیتزاش که اصلا خوشمزه نبود، خدایی نبود، ولی سالاد سزارش باحال بود، سسش خیلی خوشمزه بود، نوشیدنیش هم بد نبود. خب خدایی حالا رسیدگیشون هم بد نبود، خوب بود. خب Distance, but I know that it's not reality. If you wanna go around inside these parallel dimensions all alone. سلام علیکم. بالاخره من رسیدم خونه. اینجا کل تهران گشت زدم در این هوا که امروز چهارشنبه 1 مرداد تعطیل بود. دوستان جمعه امروز تعطیل رسمی بود. من انقدر برای خودم گشت بزرگ کردم به خاطر شدت هوای گرم. بریم یه کلاس داریم، کلاس جبرانی. فکر کنم نیازه که یه سر و سامونی به این اتاق دوباره بدیم. یعنی هر هفته من دارم توی ویدیوها به این خونه زندگی سر و سامون میدم. اصلا یه جور افتضاحی ترکیده. الانم ساعت 20:10 من از 7:45 سر کلاسم. بعد استاد تا 10 آنتراک داده، یعنی 20 دقیقه فرصت داریم. بعد باید بیام یه سری آپدیت بهتون بدم، مثلا یه سری توضیح باید بهتون بدم و حتما امروز این کارو میکنم. بذارید فعلا این خونه زندگی یا یه سرسامونی بهش بدیم. اوضاع خیلی خرابه. یه چیز خیلی خوشمزه گرفتم که نباید میگرفتم، جدی نباید میگرفتم، به خاطر اینکه من رژیمم مثلا، ولی خب اشکال نداره. بریم بزن بریم. کجا شروع کنم؟ وای چقدر خوشگل شده. ظرفاش چقدر بانمک شده.
اینم درچ. چیزی که مثلا به خاطرش رفتم سفارش دادم اینه. نمیدونم خیلی کار بدیه نه تو دوران رژیم آدم اینه سفارش بده. خب اینم که نگاش کن همه چی از یه قهوه شروع میشه، حتی یه رفاقت بی‌انتها. خب من داشتم ویدیو یوتیوب شورت ویدیو میگرفتم، اومدم تست اینا رو رفتم. بذارید اینجا هم بگم دیگه. اول از همه که بچه‌ها من عاشق این نوشیدنی این کافه شدم. شیر و زعفرون و پسته است و شیرینیش خیلی کمه، یعنی خب بعد اینا من فکر کردم که حالت بیسکویتی داره، ولی بچه‌ها ببین نرم خوشمزه اصلا نمیدونیم. بعد این کرم پسته است، خب ترکیبش با این اصلا خوب نبود. فکر کنم مثلا یه کوکی وانیلی تور بود میتونست خوشمزه تر باشه، ولی من دوستش نداشتم ترکیبش با هم. ولی این خیلی خوشمزه بود، خیلی خوشمزه بود دیگه. 2 تا تو ویدیو خوردم و تست کردم و دیگه نمیتونم بخورم. این فکر کنم مثلا روی نون توست بزنی طعم باحالی میده، ولی با این کوکی شکلاتی قطعا دوستش نداشتم. همین دیگه، من نوشیدنیمو بخورم برم سر کلاس، بیام این بازار شامو با هم دیگه جمع کنیم. واقعا داغ همین الان رسید. برید ببینیم چیه. خودم هم نمیدونم این، یعنی میدونم ولی اینجوری هم که من از اینجا که این داره میگه چیزی سفارش ندادم، نمیدونم چی نزده بود روش. وای چقدر پکیجینگش رو راستی دیدین چقدر خوشگله. ببخش من خراب کردم. اگه یکی نیست بگه بابا اینجوری واکن، منم خراب نکنیم. من 2 تا اینجوری نمیدونم مشخص نیست بکنم 2 تا دستبند سفارش دادم که این گویاش طلاه و خیلی خوشگله. بعد قصدم اینه که این 2 تا رو با هم دیگه بندازم. مثلا خیلی نازه، خیلی خوشگله، دوستش دارم. بذار بهتون نشون بدم. باید دفعه بعدی بهشون بگم که لطفاً اینو تکنخ بکنید. اگر که بکنن مثل بعضی از کاراشون، من خودم خیلی دوست دارم که تکنخ باشه. بعد این مدلی هم میخواستم بندازمش، یه دونه اینجا یه دونه اینجا که پشت هم نیفته و به نظرم چیز خیلی خوشگلیه و به درد هدیه دادن هم حتی میخوره، چون قیمتاش خب خیلی کمه دیگه. اینه دیگه، ولی فکر کنم خیلی تنگش کردم. اینجوری خیلی خوشگله، لمس بچه‌ها و خیلی هم کار شیکیه. من این رنگش رو خیلی دوست دارم. جفت رنگاش به نظرم خیلی شیکه، بعد با هم دیگه خیلی خوشگل ست شده. دیدی چی شد؟ من اصلا یادم رفت که بیام بهتون توضیح بدم شنبه‌ای که شما دیدید اصلا چه دوره‌ایه، چه ایونتیه و امروز جمعه است و روز آخر ولاگ. اومدم امروز بهتون توضیح بدم. دوره‌ای که من ثبت نام کردم CS50X تهرانه که از طرف دانشگاه هاروارد از طرف دانشگاه امریکا داره برگزار میکنه توی دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، و حدوداً فکر میکنم که 11 هفته است و میاد مبانی علوم کامپیوتر رو میگه. دوره پایتون داره، هوش مصنوعی داره و دوره وب داره که 3 تاش دوره‌هاش آنلاینه و ضبط شده است و یکیش مبانی علوم کامپیوتره که من و دوستام هر دفعه بلیت حضوری میگیریم و میریم خود دانشگاه تهران به 2 دلیل. یکی اینکه ما هیچ کدوممون آدمای کلاس آنلاین نیستیم و گوش نمیدیم. 2 اینکه وقتی شما میرید دانشگاه اصلا یه حس و حال عجیب و
باحال داره. بهتون دستبند میدن، میتونید دستبندش رو یادگاری اصلا برای خودتون نگه دارید. بهتون پک میدن که تو ویدیو دیدید. من عاشق اون پک استیکر شدم که درباره اسکرچ و پایتون و اینجور چیزاست و خیلی بانمکه و لوگوشون هم که اردک و خیلی بامزه است. و از همه بهتر اینکه پشتیبانی آنلاین دارن، گروه دارن که همه توش فعالن، یک آدمای باحالی پیدا میشه که فقط دارن یعنی کد میزنن، میدوئن، اصلا یه چیز عجیب غریب. و از طرف دیگه اینکه با رهنما کالج دارن کار میکنن. من خودم عاشق رهنما کالجم و خیلی دوست دارم که سریعتر به اون دوره حضوری رفع اشکال رهنما کالج برسیم که فقط برم رهنما کالج. چرا باید یخچال الان صدا رو بده؟ اوکی، بعد من نمیدونم که چون یه ثبت نامی رو دوباره باز کردن، ولی اگر یه روزی باز کردن، من ندارم تبلیغ انجام میدم، خودم ثبت نام انجام دادم، دوستام خودشون ثبت نام کردن، ما 3 نفری با هم دیگه داریم میریم و نمیدونم که اصلا ثبت نامشون الان دیگه به چه شکله. من فقط تا وقتی یهو دیدم اینو دوباره ثبت نام باز کردن ثبت نام کردم و گرفتم. به نظر من اگر که کار کامپیوتر انجام میدید و خیلی این کارا رو دوست دارید یا اصلا شغلتون این نیست یا تحصیل مثلا مهندسی کامپیوتر نمی کنید، دلتون میخواد یاد بگیرید و یه مدرک خیلی خیلی معتبر داشته باشید، به نظرم میتونید ثبت نام بکنید. و از طرف دیگه اینه که همینجوری مدرک رو 2 دستی خدمت شما نمیدن، شما حتما باید پروژه انجام بدید. و یه چیزی که به نظر من خیلی تو این دوره ها خوبه شبکه سازی و ارتباط اجتماعی آدماست که شما کلی آدم خفن و باحال میشناسید و باشون آشنا میشید. من خودم حقیقتش رو بخوام بگم استرس دارم، یعنی اینطوری هم که آیا اون مدرک رو میگیرم یا نمیگیرم، چون خیلی سخته بچه‌ها، خیلی سخته، همینجوری الکی نیست. ولی امیدوارم که با بچه‌ها بتونیم این کار رو انجام بدیم، چون واقعا دوره خفن و خوب و جامع و کامل و معتبره و خیلی دوستش دارم کلاً. و به بچه‌ها پیشنهاد دادم، اونا هم رو هوا زدن و با هم دیگه ثبت نام کردیم رفتیم. گفتم که بیام به شما هم بگم اگر که دوست دارید برید پیجشون رو فالو بکنید. من نمیدونم که دوباره دوره برگزار میکنن، شاید سال بعد تابستون. من چون میخواستم خودم برم یه جلسه شاید حداقل ببینم بعد بیام اینجا بهتون معرفیشون بکنم. نمیدونم کی دوباره باز میکنن، ولی اگر باز کردن بهتون پیشنهاد میکنم که اگر دوست دارید حتما ثبت نام بکنید، چون خیلی دوره خفنیه. همین دیگه گفتم که بیام، یادم رفته بود که توضیح بدم درباره این موضوع، بیام این توضیح هم اضافه بکنم به ویدیو که من شنبه ها کجا میرم که شما هم دوست داشتید ثبت نام بکنید. همین دیگه، من امروز روز جمعه دیگه آخر ولاگه و کلی کار دارم، کلی باید درس بخونم، جلسه دارم، پروژه دارم، باید زبان بخونم، بعد یه سری از کاری دانشگاه من انجام بدم. کلا جمعه خیلی اکتیویه. اگر بعد این ویدیو من کاری انجام دادم میام بهتون نشون میدم. خلاصش که همین، من برم به کارم برسم. فعلا خدافظ. یه چیز دیگه هم اضافه بکنم. مرسی که این ویدیو رو دیدید. اگر دوست داشتید حتما لایک کنید ویدیو رو و اگر دوست داشتید تا الان سابسکرایب نکردید لطفاً دکمه سابسکرایب هم بزنید، زنگوله بغلش هم بزنید. همین دیگه، دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید. فعلا خداحافظ. جدی خداحافظ.